خیلی خیلی خوش اومدید به ویدیوی آموزش ویجت های تریدینگ ویو. من کیارش هم از چنل پیکسلز. قرار هستش که توی این ویدیو ویجت های تریدینگ ویو رو بررسی بکنیم و ببینیم که چجوری میتونیم داخل ریاکت ازشون استفاده بکنیم. خب اول از هر چیزی خوشحال میشم که با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنی. اگر سوالی داری، سوالی بر پیش اومد، در آخر ویدیو از ما بپرس و اگر که محتوای این پست برات مفید بود کانال ما رو سابسکرایب کن و تا محتوای بهتری بذاریم. خب بریم سراغ کارمون. از اول میخوام فرض رو من بر این بگیرم که تو که داری این ویدیو رو میبینی کاملا آشنا هستی که چرا میخوای از این استفاده کنی، یعنی چرا میخوای از این ویجت ها استفاده بکنی. پروژهشو داری و الان میخوای ازشون استفاده کنی. واقعا میگم اصلا چیز پیچیده ای نیست. من یه سری لینک داخل دسکریپشن این ویدیو براتون گذاشتم، توضیحات ویدیو. کلیک بکنید و حتما تمرین بکنید و به نظر من تو دنیایی که داره وب 3 و شبکه‌های بلاکچین پیشرفت میکنه لازم هستش که واقعا خیلی چیزها که الان من سالزم ولت کانک و وب 3 جی اس رو مثلا آدم یاد بگیره. مثلا این 3-4 تا لایبرری رو به نظرم باید حتما دیگه یاد بگیرید دیگه. اون دوره گذشت که مثلا میگفتن ریاکت چیز پیشرفته ایه و همین الان هم واقعا خیلی ها رو داریم میبینیم که یه طوری از ریاکت و ریداکس حرف میزنن که خیلی پیچیده است و فلان و اینا. اون چیزی که واقعا سطح بالای از برنامه نویسی شما رو میرسونه شبکه های بلاکچین هستش. واقعا میگم اینو. تو این مدتی که من حالا یه خورده با لایبرری های این حوزه کار کردم متوجه شدم که واقعا وب 3 چیز پیچیده ای نیست و باید هم سمتش بریم، حالا به خصوص توی ایران که لازم پیشرفت بکنه دیگه. سایت ها از اون فرم عادی در بیان، این فرمای قدیمی و بروز بشیم. و خب چه خوبه که حالا ما بیایم با تریدینگ ویو شروع بکنیم، ابزاری که توی صرافی ارزهای دیجیتال، توی ولت ها، داخل نرم افزارهای وب 3 ممکنه استفاده بشن، خیلی استفاده میشن و به درد بخورن. بریم شروع بکنیم. ببینید من اینجا از قسمت حالا ویجت داکس اومدم چارت رو انتخاب کردم، ادوانس چارت، یعنی چارت پیشرفته و این مینی چارت داریم. استفاده به صورت کلی از ابزارهای تریدینگ ویو خیلی تفاوتی نداره، صرفا یه سری پارامترها تفاوت داره. یعنی نصب به یه شکله ولی یک سری پارامترها مربوط به هر ویژت میشن. اوکی، الان میریم کامل توضیح میدیم. و اینکه اصلا خودتون رو لازم نیست اونقدر درگیر کد بکنید. چرا؟ برای هر ویجتی که میخواید اینجا یه قسمت ستینگ هستش، شما میای اون پارامترهای مد نظر تو اعمال میکنی و اینجا کد برای جنریت میشه، اینجا هم تغییر اعمال میشه. درسته؟ و شما نیازی به هیچ کانفیگی ندارید. خب من این کلمه رو اگر یادم بیاد، یادم داخل داکیومنت جیسون سرور خوندم. چی بود؟ اینطوری باید گفت. خب خیلی مهم نیست، واقعا میگم. و کلا یعنی شما عملا نیاز به هیچ کانفیگی نداری. خب اصلا کانفیگ خاصی قرار نیست انجام بدی، همه چیز خیلی واضح و شفاف در خود تریدینگ ویو انجام میشه و شما دیگه خیلی راحت خروجی رو میگیرید، داخل سایتتون میذارید و نمایش داده میشه. و بریم سراغ کارمون. من میخوام این پارامترها رو اول بهتون توضیح بدم و بعد کدم رو کپی کنم و خروجی رو ببینم. ببینید حالا یه توضیح هم در مورد کد بدیم. کد رو اینجا اومده از یوز رف استفاده کرده و حالا اینجا مقدار داده به کانتینر و داخل یوز افکت اومده یه تگ اسکریپت رو به این اد کرده و
تگ اسکریپت هم اینجا یه URL داره که مربوط میشه به خود تریدینگ ویو. تریدینگ ویو فایل مربوط به این ویژه تو توی URL گذاشته. تایپ و ایسینک بودن شما مشخص کرده و توی اینر HTML این تگ اسکریپت یک آبجکت تعریف کرده که اون آبجکت میشه خروجی ستینگی که ما اینجا تنظیم کردیم. بعد اومده کانتینر دات کارنت اپند کرده بهش تگ اسکریپتو. و خب اینجا هم حالا یه سری چیزای گذاشته که مربوط به حالا تکست کپی رایت، مثلا track all markets on trading view مثلا اینجا نشون داده شده که لینک هستش مربوط به کپی رایت و اینجا هم ویجت و یه کانتین. اوکی، من میخوام اینا رو بهتون توضیح بدم. اول همه دیفالت اینترول هستش. ببینید شما اگر که حالا ترید کرده باشید و تو این فضا باشید، حالا من خودم خیلی وارد نیستم، ولی هر کدوم از این کندل ها یا شمع ها یک روز الان محسوب میشه. الان مثلا روی یک ساعت دوباره لود بشه، هر کدوم از اینا الان چقدر میشه؟ یک ساعت. من الان فکرم اگر اشتباه نکنم فردا هاوینگ بیت کوین هم هست و حالا توی سایت های مختلف خور زیادی بود. خب و الان اینجا یه سری اطلاعات به من نشون داده. پس متوجه شدیم که چی؟ این دیفالت اینترول ما مربوط میشه به هر کدوم از این اصطلاحاً کندل ها. الان من گذاشتم روی یک روز وان دی، این مال یک روزه. خب یعنی توی یک روز این سهم حالا میزان خرید و فروشش این کندل مشخص میکنه که اینجا حالا روندش رو به مثبت بوده. باز هم میگم نمیخوام اینجا پیچیدش بکنم ربطش بدم خیلی به بازار ارز، ولی خب حالا توضیح دادم. اتو سایز رو داریم. ببین این ویجتی که ما داریم یه طول و عرض میخواد و اتو سایز که بذاریم خودش میاد سایز رو ست میکنه. کاش یه توضیح هم میداد اینجا. من کلیک میکنم هیچی نمیشه. کالر تم دارک و لایت. اینو ببینید یه نکته هم در مورد این بگم. ببین شما این تگ اسکریپت رو داخل یوز افکت تعریف میکنی و اینجا میتونی از یوز استیت استفاده بکنی. حالا کانتکست داری، ریداکس داری، بیای استفاده بکنی، تمتو گت بکنی، بر اساس اون ست بکنی. پس هیچ پیچیدگی بازم این نداره. بارز استایل میگه که این به صورت چه شکلی باشه؟ به صورت کندل مانند باشه، یعنی به این شکل باشه، شکل نمودار. میگه شکل نمودار تو مشخص کن. من میذارم روی بارز اپلای میکنم تا ببینم چه اتفاقی میفته. شکل نمودار باید تغییر بکنه. بله شکل نمودار تغییر کرد. من میذارمش روی لاین، باز هم تغییر میکنه. الان خطوط بالا پایین اشتباه نکنم نشون بده. بله اینطوری میشه. همون روی کندل میذارم. اکثر تریدر هایی که حالا من دیدم کلا خود تریدینگ ویو هم دیفالت روی کندله. این هم از این. چارت بک‌گراند رو داریم. این بک‌گراند چارت رو میاد ست میکنه. اینم خیلی مهم نیست. با دارک و لایت اوکی میشه. گرید چارت که همین بوردرها، همین خطوط هستن. ببینید خیلی کم رنگ. هم الان پررنگش بکنم، مثلا مشکیش بکنم، اپلایش کنم تا متوجه بشید. اعمال نشد. چرا اعمال نشد؟ ست کردم. خب ظاهرا قابل تغییر هست، ولی فکر کنم اوپاسیتی این کمه. خب ستش بکنم ببینید چه اتفاقی میفته. ببینید الان گرید من عوض شد که پیشنهاد میکنم بازم بذارید روی دیفالت تریدینگ ویو. اوکی، اینجا دیفالت سیمبل هم داریم. میگه نمادی که میخوای روش حالا ترید بکنی، تحلیلش بکنی چی باشه. اینو بستگی به پروژهتون داره. اگر مثلا صرافی ارز دیجیتالی چیزی هستید بذارید روی مثلا BTC، اتریوم، سولانا، فرقی نداره دیگه، ولی یه ارزی باشه که معروف باشه. پیشنهاد میکنم اگر خود تریدینگ ویو مقدار دیفالتی میده از همون استفاده بکنید که فکر میکنم این کارم میکنه براتون. اینجا مثل تیک داریم. ببینید این تیک ها رو حالا میتونید ترجمه بکنید، استفاده بکنید. مثلا واچ لیست شما میشه اون ارزایی که حالا اد کردیه، یه سری ارزا میذاری داخل یک
واچ لیستی و اونجا مثلا ارزهای معروف یا ارزهای مربوطه، مثلا اد سیمبل میزنم، مثلا سول یو اس دی و اینجا تون یو اس دی تی و اینم اپلای میکنم، ببینیم چه کدی به ما میده، چه خروجی به ما میده. ببین یه واچ لیست میاره این کنار. خب اینجاست، بله، داخل این واچ لیست این دوتا رو نشون میده و قیمت لحظه ایشون هم نشون میده. حالا اینا به کنار، اینا دیگه به عهده خودتون، اگر نیازتون شد داخل پروژهتون ترجمه بکنید. یه کپی کد میزنم و میارم داخل ترید اپ هم و داخل کامپوننت چارت هم پیست میکنم. و اینکه اینا اصلا ربطی به لایبرری خاصی نداره. اگه دقت بکنید script.src من برابر است با یک URL و اینا به صورت لایو از یه سرور گرفته میشن. یعنی اگه تریدینگ ویو تغییری بده اصلا تأثیری شما به مشکل نمیخورید، نمیگی سایتم بروز نیست، همه چیز آپدیت و بروزه. بریم سراغ خروجی کارمون. ببینید اینجا الان یه حالا باکس خیلی کوچیکی به ما نشون میده، ببینیم که چه اتفاقی افتاده. خب بادی من چرا کلاس نیم فلکس گرفته است داخل CSS ویدبر؟ چرا همچین اتفاق داخل ایندکس CSS شید؟ خب ببینید حالا هیت این رو من باید مشخص بکنم. من میام داخل چارتم و چارتم اصلا میام همینجا اتو سایزر رو برمیدارم. خب اتو سایز رو برمیدارم، ببینید یه ویدث و یه هیت داره. الان من میگم باید چیکار بکنم، مثلا میگم هیتم جای 610 باشه 700. خب این کد رو میام کپی میکنم، کامل جایگزین میکنم. خب حالا ویدثش رو برمیدارم به صورت دیفالت 100% ارز رو میاد میگیره اینطوری. من رفرش میکنم، واچ لیستم هم میاد به من نشون میده. اگر که گرید کالر هم اینا رو 0.1 نه بخشید 0 و اینجا 0.1 یه رفرش بکنیم ببین چه اتفاقی افتاده. داره لود میشه دیتا ها و گرید رو ما اینجا ست کردیم. حالا من میذارم رو دیفالت خودش باشه، زیاد لزومی نداره به استایل دست بزنیم چون که تریدرها عادت کردنه به اون چیزی که خود تریدینگ ویو در نظر گرفته یا کاستوم کردن خودشون. بریم الان خروجی رو من دارم، شما اینجا هم میتونید بیاید اینو کاستوم کنید، یعنی هر چیزی که خواستید رو شخصی سازی بکنید. پس تا اینجا ما تونستیم خیلی راحت، حالا این تایم زون هم مربوط هستش به زمان که نمیدونم دقیقا کجا به کارتون میاد. اگر تایمی رو پیدا بکنم دقیقا اطلاعی ندارم، ولی خب باز هم میگم اگر تو پروژه هستید و با کسی کار میکنید مطمئنا اون این اطلاعات رو داره و بهتون میگه. با این حال تایم زون هم مربوط میشه به زمان، نمیدونم کاربردش کجاست، چی رو میخواد ست بکنه، ولی به نمودار فکر میکنم ربطی نداشته باشه. تایم زون شاید هم نمیدونم واقعا، نه پیداش نمیکنم. بریم، خیلی مهم نیست، بریم سراغ کار خودمون. خب من الان اینو اومدم استفاده کردم، اوکیه، کارم این پارامترها نداریم، هات لیست و باتن تولبار و دراوینگ تولبار. البته یه نکته هم بایدش توجه بکنیم، من اینو بتونم ببندم. خب enable publishing نه، launch in pop-up button. این دکمه رو، این دوتا دکمه رو بذارید حتما. اینجا کجاست؟ های باتن تولبار. خب این دوتا هم بزنم پایینی، گرید کالر هم که نداریم، نمیشم اینجا. ببینم چه تغییری در خروجی اتفاق افتاد. خب بله این کنار هم این ابزارک ها اومد و
حالا تریدرها یا مثلا بخوان خطی چیزی بخوام بکشن راحت میتونن این کار انجام بدن. پس اینم از ادوانس چارت. حالا یه سری کامپوننت های دیگه هم داریم که من بعضیاشون رو توضیح میدم، بقیه رو میذارم به عهده خودتون، چون تا همین الان شما کلی مباحث رو یاد گرفتید. بازم من میگم ضرری که نداره. تا اینجا اومدیم و اینو اضافه کردیم. خب نه اونجا چه اتفاقی افتاده؟ خب منتظرم تا لود بشه. اومد. مارکت اوورویو ویجتس وضعیت فعلی بازار رو نشون میده، یعنی یه چیز کلی، یه چیز مثلا خیلی کامل نیست، صرفا مثلا یه سری دیتاهایی رو نشون میده که وضع الان بازار چجوریه و در همین حد خیلی پیچیده نیست. یه قیمت، یه رشدی نسبت به امروز و یه چارت هم بالا نشون داده به نسبت به یک سال، یک ماه، یک روز. مثلا روی یک روز نمودارم تغییر میکنه. خب اینجا برای ریاکت کدی در نظر نگرفته و خودتون باید بیاید این رو به ریاکت کامپایل بکنید که باز هم کار آنچنان سختی نیست. ببینید کامپوننت ها همونن، اسکریپت فرق میکنه، آبجکتش صرفا فرق میکنه، وگرنه همون ساختار رو داره و من میام اینم براتون انجام میدم. خب یه کامپوننت درست میکنم به این شکل، داخل قسمت کامپوننت هم اد میکنم، اینم بچسبونم .jsxfc. خب این او رو هم میذارم و به این شکل. خب دقیقا همون کد 4 تا میام برمیدارم. اصلا میتونید یه کاری بکنید، حتی شده واسه این قضیه خودتون یه کامپوننت درست بکنید، از خلاقیت خودتون هم میتونید داخل برنامه نویسی استفاده بکنید. و اینکه من این رو برابر با چارت قرار میدم. خب چارت و اینجا هم به این شکل. خب اینم از این نودو بیارم. آها درست شد. این تیر هم بردارم. خب حالا این آبجکتی که من دارم رو باید عوضش بکنم. به انتهای آبجکت میام، از اینجا تا اینجا خیلی تر و تمیز تمام اینا رو برمیدارم. چرا بدم اذیت میکنه؟ خب زمانه که کپی نکرد، دوباره امتحان بکنم. خب عرض و ارتفاعشم مشخص کرده، ظاهرا نمیذاره اصلا من راحت کپی کنم. نمیذاره، نه چرا گذاشت. خب برگردم اینجا، نشون به من نمیده و اینجا مارکت ریویو رو استفاده میکنم. خب یه خورده صبر میکنم تا لود بشه. ببینید این کنار اومد برای من و چه اتفاقی افتاده. اتفاقی که افتاد این بود، ما اومدیم و یک اسکریپتی رو لود کردیم که مربوط نمیشه به این و خب الان خیلی تر و تمیز اجازه بده به ما داخل مارکت اوورویو SRC رو به صورت درست مقدارش رو ست کنم. حالا بریم ببینیم که برنامه‌مون چه اتفاقی براش افتاده. خب دیدیم که اینم به درستی ما نشون داد و اصلا کار سختی هم نبود. واقعا هیچ چیز پیچیده‌ای نداره. من نمیدونم دیگه از این ساده تر داریم، به خصوص اینکه خودش اومده یه ابزاری درست کرده تا کانفیگش رو به ما بده. مارکت دیتا رو داریم. این دیتای مارکت رو
میاد و نشون میده مثلا قیمت رو، قیمتی که باز شده داخل مثلا اون اصطلاحاً چی بود، اون محدوده زمانی اومده نشون داده که تو چه قیمتی اون محدوده زمان باز شده، تا چقدر بالا رفته تا چقدر پایین اومده، قیمت قبلیش چقدر بوده و کلا یه سری اطلاعاتی که حالا به در تریدرها میخوره، زیاد ما باشون کار نداریم و میایم اینجا ست میکنیم، دوباره یه خروجی به ما میده و ما اون خروجی رو استفاده میکنیم و تریکر ها رو داریم، تیکرز ها ببخشید. اگر که من بیام اگر اشتباه نکنم این یک اسلایدری هستش اون بالا. بله، حالا من نمیدونم حالت اسلایدیش کدوم شد، فکر کنم این یکی باشه. میاد و حالت یه اسلایدر رد میشن آیتم ها، بله اینجوری خیلی قشنگ و اینم خروجی به ما میده و میتونیم استفاده بکنیم. بین اینا میتونید خودتون حالا بگردید پیدا بکنید، بر اساس نیازتون استفاده بکنید. منم اینجا سعی کردم که خیلی راحت توضیح بدم، اصلا چیزی پیچیده‌ای نداشت، اصلا دیدید که من کدها رو توضیح حتی ندادم. خودتون احتمالاً بهتر از من میدید چه اتفاقی داره میفته. یه رفرنس دادیم به اینو، داخلش یه اسکریپت اپن چایلد کردیم و بر اساس این کلاس ها در واقع تریدینگ ویو میاد و اون کدهای مربوط به اون ویجت رو داخل این کانتینر، داخل این دیو اد میکنه. اسمای این کلاس ها هم زیاد اصلا به خاطر نسپارید به نظرم. تمام اینا از سرور لود میشه و هیچ اتفاقی توی کد شما به صورت لوکال اتفاق نمیفته، از سرور شما قرار نیست هیچ دیتایی گرفته بشه و به نظر من خیلی خوبه و فوق العاده است این کار تریدینگ ویو، میتونید استفاده بکنید. خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید، سوالی داشتید کامنت بکنید و اینکه کانال من رو هم حتما سابسکرایب بکنید. آموزش های ما قرار هستش بیشتر سمت وب 3 باشه، چون که حالا داخل منابع فارسی یک مقداری کم به این موضوع پرداخته شده و ما میخواهیم که به صورت عمیق‌تر و کاملتر علل خصوص این سه تا لایبرری رو در آینده نه چندان دور بررسی کنیم، به صورت پروژه محور آموزش بدیم. باز هم اگر که سوالی داشتید حتما توی کامنت ها بپرسید و من بهتون جواب میدم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.